بینندگان عزیز اینجا ما رسیدیم به نزد کوخی مالیکا که در لب رود ورزوب قرار دارد. بسیار یک درآمدگاه زیباست. Ну, что ты тут стоишь, а? Пошли посмотрим. Как معلومات داریم درباره Пошли, потом, дорогие друзья, у него, мы и так знаем, что у него язык без костей, потом будем говорить. Давай сначала пойдем посмотрим. با خیلیش میبینیم. بینندگان عزیز اینجا ما در درآمدگاه کوخی مالیکا یک نفر کارمند کوخی مالیکا عبیدالله رو خوردیم که این کس اویدی انا همین یک کوخی زیبا و مشهور به ما معلومات پیشنهاد میکنه. خوش آمدید با کوخی پرشوخی کوی مالیکا. ما شما را خیر مقدم میگوییم و میتوانید استراحت کنید. تشکر زیاد. اینجا با ما کمی معلومات ده. در اینجا مثلا چگونه شرایط ها هست، چی موجود است، اویدی همین معلوماتی کوتاه پیشنهاد کنید. شرایط ها بسیارند در کوخ مالیکا. مثلا لبی دریا، تپچانه هست، جای استراحتگاهی خوب است، هوای تازه، گاستینیتسا دارد برای مهمانان، туристان، сауна дорем. Хорошо, спасибо большое. Ну, тогда из гостиничного комплекса тогда начнем, да? Хорошо. Осмотр. А потом дальше вы нам покажете.
رو چون خاطری بالیده ای ورزاب دره، ما چون قاش طلایی است به پیشانه کوه. و چی آهنگی الهی است که آید زیرود، به سخن عرضه کند قصه و افسانه کوه. اختران ریخته در سینه دریا چو شرر، دلی دریایی برآشفته شرارستان است. سایه کوه فتاده به سر شانه ده، گلی مهتاب به آهنگ صبا رقصان است. پرده شب چو حریر است غبار آلوده، از غباری مه و گردی گل و نیمریزه شب. به خدا بر دل و جان هیچ پذیراتر نیست از خموشی شگفت‌آور پاکیزه شب. خاطری جمع و دلی بیغم و آسایش روح، ورزش رود و تپش‌های تبالوده دل. با کسی گر دل کس آب خورد در لب آب، ببرد آب تمامی غم بیهوده دل. لب این رود کسی آید و میداد کند، بختی بیدار اگر یافت شود خواب کجاست؟ رودی ورزاب به طبعی دل او خواهد گفت، پردهداری شبی روشنی ورزاب کجاست؟ وطن من تاجیکستان، تاجیکستان با پیش!